بابای بنده از روحانیونی بود که در همون زمان رژیم ستمشاهی بسیار ضد رژیم بود. هرچی بهش میگفتیم بابا غذا کمتر بخور و رژیم بگیر، بابا میگفت من به عنوان یه روحانی مبارز هیچ گرایشی به رژیم ندارم. خلاصه اقدامات ضد رژیمی پدر ما ادامه پیدا کرد تا جایی که جونش هم در خطر قرار گرفته بود. اونجا بود که اونو بردیم دکتر که بلکه زنده بمونه و در راستای اندیشه های امام باز هم گام برداره. دکتر به اون گفت حاج آقا تنها راه نجات تو اینه که لاغر بشی. برای این کار باید زمان وعده های غذایی نون سوخاری بخوری. فردای اون روز بابای ما که از این رهنمود خیلی خوشحال شده بود با یک کامیون نون سوخاری اومد به خونه. به من گفت مبادا دست به این قوطیا بزنی، اینا اسناد ترویج اندیشه های امامه. حالا نمیدونست که ما خودمون ختم روزگاریم و این داره اینا رو میگه که ما سراغ نون سوخاری ها نریم. خلاصه ظهر موقع ناهار که شد بابایی خوش اشتهاتر از روزای قبل یه پرس اضافه هم زد تو رگ و وقتی قشنگ سفره رو با خاکی یکسان کرد لم داد و رو به من کرد و گفت پسر برو نون سوخاری ها رو بیار بخورم لاغر شم. من نه دکتر. و به این ترتیب من با قطر اندیشه های امام آشنا شدم.